گفتی خب مسئله بیسواد ماندن مهاجرا، به پدر ماندن مهاجرا، خب منقورت بودن مهاجرا، با گفتی تو اصلی سبب گناهکار اساسی کی است؟ چرا مهاجر شدن؟ جنگ شهروندی محیدین کبیری لعنتی کی گناهکار؟ همون گناهکار. شرم بکنین مردن تون به شما که این همی خدر شما عقل دارین، همی خیرت دارین. استقلالیت کی زمان استقلالیت امضای کی از زیر اعلامیه استقلالیت امضای کی است؟ نفهمیدیم سوال تا. زیر اعلامیه استقلالیت امضای کی است؟ چی میگم؟ نفهمیدم گپ سوال تا. نمیفهمی تو واپشه نمیفهمی. زیر اعلامیه استقلالیت امضای کی است؟ کی امضا گذاشته در همون برگه استقلالیت؟ کی امضا گذاشته است؟ امام علی رحمان. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. یک صلوات بفرست بچه‌ش به هم روی پیامبر. ای شرم ای وای داد من گیجا قطعا میشه با بحث کنم. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ تیبی هستین؟ خدا را شکر. میگم از ایزد امون جنباز شدیم با 8 مرد گذاشتیم. من نمیفهمم که برای موضوع معین است که بفرما چیزی در که صحبت میکنیم بفرما. همین چی درد داره شما اینقدر هر روز پیام‌های افیر میکنین؟ یک درد ما نمی امام علی است. همین امام علی چاپشی یک بار برادر یا که من شما را گوش کنم یا شما مرا گوش کنید. گوش میکنم گوش میکنم سلام باشم، من احترام میکنم تو نه گوش کنید مرا. برای چی شما اینقدر جناب اولی دم چسبین که جناب اولی است جناب اولی است جناب بیا یک بار درباره جنگ شهروندی گپ زنیم. اینا ما از همون نفرای میباشیم که در دوره جنگ شهروندی همین قدر عذاب کشیدم. اینا بیا گپ میزنیم که جنگ شهروندی برای چی در وقت جنگ شهروندی همین قدر گپ کنیم، همین قدر پرابلم نبوده. امروز نگاه کنید شما فقط درباره جناب اولی پیشوای ملت گپ میزنین که گویا که وای هم همین کارا کرده باشه. چون درباره وای نمیگن که بسری مردم این قدر ظلم آوردن، این قدر بازی پرامو فیلم میبینی ایش میروید گپ میزنه اوش میروید گپ میزنه چهار کلمه آخی گوش کنه مرا. این همون نفرای میباشن که در جنگ شهروندی از تربیت دور موندن. این همون نفرای میباشن که یک دقیقه اومد باشه یک دقیقه. این همون نفرای میباشن که در جنگ شهروندی از درس دور موندن. این همون نفرای میباشن که به پدر کلان شدن بعضیش. یعنی گوش کنه شما با درباره من گوش کنه در اون جناب اولی نبود بینین روز جناب اولی اومد نگاه کنه یعنی گوش کنه نکه من گوش کنه احترام کردم صبر میکنم شما صبر کنین بعد من صبر میکنم شما را گوش میکنم سوال میگیری من دیگه سوالات جواب نمیدی یا دقیقه صبر کن یا دقیقه صبر کن گوش کنه مرا این جواب بده یا شما تاجیکستان کی اومده بوده گو بهروز محمد جان گوش کنه مرا شما کی تاجیکستان اومده بوده ها شما کی تاجیکستان سوال اومده جواب بده بیا یک دیگه رو گوش میکنیم یک دونه جواب نمیده ها جواب میده گوش کنه مرا شما یک بار تاجیکستان بیاین شما یک بار بیاین آبادی تاجیکستان رو ببینین شما یک بار بیاین پیش پدر و مادرتون بیاین خداوند شما رو میبخشه همه مردم هم شما رو میبخشه همه میبخشه چی در کار مردم شما گمراه میکنن گوش کنه مرا نه تمام نشده ما یک هفته در پرایمای افیر ایستادم که شما در پرایمای افیر دا برو شما یک بار بیاین همین قدر آبادی رو ببینین این قدر تمام گپ تا گفتی سوال تا دادی من جواب میدم گفتی خب مسئله بیسواد ماندن مهاجرا به پدر ماندن مهاجرا خب منقورت بودن مهاجرا با گفتی تو اصلی سبب گناهکار اساسی کی است؟ چرا جنگ شهروندی محیدین کبیری لعنتی کی گناهکار همون گناهکار گوش که مرا جنگ شهروندی رو کردن همه را کردن این قدر مردم به سر و سامانمون همش کی بود نهضتی‌ها بودن یا نه یا درست شد در مورد گپ نمیزنه گوش کن مادر مرا گوش کن تا ناموس گوش بس تاخیر گذشته تاخیر نکن برادر سلمان یک دقیقه 4 تا صحبت کن من میبرم شما ما گپ زما تاخیر نکن
تو دم بگی خاک تو سر تو همین جنگ شهروندی سالی 92 همین مردم به همین جنگ شهروندی تون آورده متهم کردین. ای کدام جنگ شهروندی گپ میزنین؟ برادر سلمان بیایید گرمانیا را ببینید. در جنگ دوم جهان به خاک یکسان شده بود. حوز یک از دولت‌های ابوالقدرت جهانی است. ما باوری دارم برادر خوری همینو حتی از همه دوشنبه بیرون برومدگی نیستن، نمیدونن زندگی چی است. زندگی را خیال میکنن همو دامایی که یک صاحب کار میسازه همو است. اما شهردار دوشنبه تا عقلی نداره که لااقل یک چرتیاز بکشه، عقلی نداره که همین در یک دام از گجا باید باشه. شما کدام ما دیگه میزن بیچاره صاحب کار میسازه، صاحب کار بنیاد میکنه، صاحب کار زندان میشه، صاحب کار میمره. این طبقه منقورت میبره، ملت تأخیر میکنه. کسایی که در افیر شما گپ میزنه گویا به سوادن، گویا به پدرن، گویا به مادرن. این تأخیر از در ملت. این شما روزی میشه در از این ملت جواب میتین. تو که شما با همین زباناتون این همین قدری مردم تأخیر میکنین. یک گروه میکشین، یک گروه زن و مرد این ملت تجاوز دارین، یک گروه دیگه این همین تو برین میبرای در حق همین مهاجر تأخیر میکنی. امروز همین مهاجر بود از هویدا دفاع کرد، تجاوز شده کشته شد، ان همین مهاجر دفاع داره. اون نفره که در سفارت نشستگی تخم کدگی از در سفارت بیرون نمیشن، تو مهاجر تأخیر میکنی. به خدا هر هم مهاجر شیر مرا که همین ترا بخوام پارا میکنن. تو بناموسی مهاجر بازی داری. اون آوازی مرا خیلی من گپ زدم شما را گوش کردم. گوش کن مرا وقتی شما درباره دفاع ایزد امان میگن، ایزد امان کی قپیده آورده؟ جناب عالی قپیده. ایزد امان دزی کرده، قپیدیانو گرفتن آوردنش برای دزیش جواب شما میگه. فهمیدی؟ من به سوادی شما دست من بردارمی نه اینا. گوش کن مرا همون مرده شما را کو با همین وطن میبرداره. فهمیدین؟ مرده همه تو با همین وطن شما گمراه زده. فهمیدی؟ شما کو هم خب وطن مالی پدری کسی نیست. وطن مالی من ای مالی و ای مالی آنها است. هیچ یک رحمانوف از یتیموف از سعیدوف از این وطن نزایده. میفهمی؟ وطن مالی انمی ملت است. مادری کسی وطن تولد نکرده است. چی مرا گوش کن. مویدین کبیری سال 92 چیکار کرد؟ بسری ملت چند خرید به سواد و مردک در سال ما به سواد نیستم. ما تحلیل برای تو کور سواد کورنما گفتم که ترانمی وطن میبرداره. با نمی هر دی شما میشنه کو گفتگو میکنه زور میگی. بس ما نه ما تاخیر گپ زدیم. مورا تمام نه که ما برزیدی وطن گپ نزدیم. ما برزیدی یا دیکتاتور گپ زدیم. فراموش نکیره. وقتی ما دیکتاتور میگیم دیکتاتور امام علی از برزیدی نو گپ زد رژیمش گپ زده ایم. ما برزیدی وطن نیستیم. فهمیدی؟ جنابی جنابی عالی تمام میخوایم تغییر بدیم. وطن مادر همه اونو شما برای وطن چیکار؟ خب برادر سلمان جون من از کانال خارج میشم. پیش از آن که خارج شم یک صحبت خرم میکنم بعد قطعی برادر خود صحبت کن. خب برادرو انا از همتون عذر کلان سخت گفتیم پس بلند گفتیم. با شما خداحافظی میکنیم. الله نگهبانتون باشه. ما ان شاء الله که یک وقت دیگه باز در علاقه با شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد. برادر سلمان صحبت ادامه بدید. بیا که امیر دامن بس فرمایت تربیتشون کنم. خوبیا؟ مرا تربیه نکن. مرا خودش دولت و وطن انمی خاک مادر انمی تربیه کردگیه. شما چه امروز درباره بردباری تاجیکستان میگید؟ بگو بس آرام تمام صبر کن. ای بچه همین یک کم ترک منطق استفاده بر تمام. همین تا آخر گپ زد. منطق محمد جان و حسین جان بلنده. صبر کن. همین حاضر تو تا آخر گپ زد. فقط زینه به زینه. بعد به تحقیر، به دشنام، به حقارت، به هیچی. سوال میتی جواب میتم. سوال مرا جواب میتی. خب رفته. رحمانو فهم چون پرزیدنت قبول داری؟ من همچون پیشوای ملت قبولش میکنم. همچون رحمانو نه. همین سوال ها و یا نه اگر پیشوای ملت نمیش آغوزش میگیریم میاش تمام. پیشوای ملت قبول داری؟ خب تمام. قبولش دارم. رحمانو در همین دوام راهبریتش 4 برنامه را در زمان راهبریش پیاده کرد. کدام است؟ بگو کدام است؟ برنامه‌های چی را؟ برنامه‌هایی که برای پیش بردن حکومت 4 برنامه داره. پیش بردن دولت 4 برنامه را
برای مردم گفت که من با توسط همین 4 برنامه میتونم تاجیکستان کشوری صنعتی کنم، تاجیکستان کشوری پیشرفت بکنم. همون برنامه ها کدام بود؟ اگر تو رحمانوف قبول داری در هر پیامش میگه. پیامش گوش میکنی؟ گوش میکنم. پس کدام از برنامه هاش بیا خیلی بگذار که من فراموش کردم، این مهم نیست. نمیدونی ای رحمانوف گوش که مرا بگم رحمانوف بگم نمیکنه. گوش که مرا پیامی تو برای یا هیچ قدر نداره. این همی کسی که از تو طرفداری میکنه پیامی انمو برای پیامی خودت برای همی قدر نداره. نمیدونن که تو چی وعده برای مردم میتی. این ببینشه بشیناسش. گوش که مرا گوش که مرا بگو گوش که مرا گوش که پیام پرزیدنت ما پیام در همه روزه در کار فعالیت استفاده میبرم. اینا تو بین ندارو. گوش که مرا آخرین برنامه چی است؟ گوش که مرا مال بگذار که من نمیدونم. بگذار برای تماشاش نمیکنی. برای بنبست کمونیکاسیونی برای آوردن تاجیکستان یک تاش. گوش که مرا لسیدن خوبه. نمیدونی که رحمانوف چی است. مال گوش که مرا استراتژی نمیدونی تو. میفهمی؟ ما گوش که ما پرزیدنت کو با جان دینم دوست میدارم. رنگ شما نیستم. فهمیدی؟ پرزیدنت دوست میدارم. فهمیدی؟ این روز برای من همین استقلالیت بسه. این همین روز برای من استقلال افتخار بودن، دوست داشتن به او زبانی چرک و زبانی پر از کثیفی تا نمیشوه. وقتی تو یک نفر احترام داری، وقتی میگوی او پیشوای ما است میمری براش یک دامولا بیاری نکاح میکنی قریب میگیری، تو باید بدانی که اون مردک در هر یک پیامش چی میگه، در هر یک برنامهش چی میگه، برای مردم چی برنامه پیاده کرد. نمیدونی. من ضد حکومتم، من خلاف حکومت و مخالف حکومت رحمانوفم، اما میدونم که در هر یک پیامش چی میگه، مردم چی وعده های بر دروغ میته. تو در آغوشش میگیری میگی در آغوش تو میمرم، من جان تو را صدقه، من زبان تا بخورم میگی رحمانوف. نیکی نمیدونی که استراتژی رحمانوف چی از زمان دولت داریش. گیجا میبروی تو تعریفش میکنی. شرم بکنین. مردن تون به شما که این همی خدر شما عقل دارین، همی خیرت دارین. گوش که مرا بگو برنامه چی است؟ از همین سوال نمیگیرزی. برنامه چی است؟ بگو. من بگذار میدونم نمیگم. چی گپ داری؟ همین یک نفر گوش که مرا گوش که مرا سر برات بگم. یک نفر بوده است، خب شکمش مریضی داشته، زیاد باد میکرده است. مردم وصالش کردیان که تو فقط مشکلی داری. گفت همین نان جو میخورم. این نمیدونم همون نان جو بهانه شده. من میدونم و نمیگم. تصور کن چقدر خوشرو جواب میده. من میدونم و نمیگم. اگر و خدا قسم بدونی این همین حاضر جواب ته، من از همین افیر میبرم. بیا مرحمت جواب ته. چرا جواب ته؟ 4 استراتژی رحمانوف. یکم تامین نمودن اهالی با اوضاع قواری. بگذار یک تاش. کدام برنامه‌شه؟ برنامه چندمش؟ بگذار برنامه یکمش. حاضرم. خوشرو حالم همین خوشرو بکنین. خوشرو اما خوشرو بکنین. برنامه دیگه است. برنامه دیگه است. برآوردن از بنبست کمونیکاسیونی. چی معنی داره همین کلمه؟ همین کلمه چی معنی داره؟ همین کلمه چی معنی داره؟ برآوردن از همین بنبست چی معنی داره؟ برآمدن از همین راهسازی، برآمدن برآمد. آیا تاجیکستان برآمد؟ آیا برآمد؟ میبراید ان شاء الله جناب عالی باشد. میبراید. چی من میکنم رحمانوف یعنی که یک برنامه را گفت بعد اون برنامه دیگر را گفت. یعنی از این موضوع شده شده گرای ابریشم هست. ما راه ابریشم خاطی پیوست نیستیم. دروغ میگوی. خطای هست. ای برادر وقتی که این برنامه را پیاده میکنه باید که حکومت با تمام مسئولیت ما در واقع شده پیچه کرده. رحمان گفت ما با خارج پیوست میشیم. حتی ما از ولایت سوخت به دوشنبه توسط مبلغ پیوست میشیم. همین از برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی همین است. برای ما استقلالیت بسه. استقلالیت کی زمان استقلالیت امضای کی از اعلامیه استقلالیت امضای کی است؟ نفهمیدیم سوال تا. در اعلامیه استقلالیت امضای کی است؟ چی میگم؟ نفهمیدم گپ سوال تا. نمیفهمی تو واپشه نمیفهمی. زیر اعلامیه استقلالیت امضای کی است؟ کی امضا گذاشته در همون برگه استقلالیت؟ کی امضا گذاشته است؟ امام علی رحمان.
اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. یک صلوات بفرست بچه‌ش به هم روی پیامبر. ای شرم ای وای داد من گیجا قطعا میشه با بحث کنم. چیکار میکنی؟ خدا چیکار میکنی جوانی خوب؟ ما بکارم مهاجرم. یک جا مهاجری؟ در کدام کابینت نشستگی؟ ای جان تو صدقه. همین قین همین قا. این همین قدا این همین قدا. ای قاطع بود. ولی میبروی ای فیلم میبروی در کارشوا. پولی را. این همین قین شما. این همین قین آقای. همین من همین رحمان و همه قدوس میدارم ملا میارم حضرت میارم نمیدونم فلان کار میکنم همین قین خیلی دیگه